السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا سیدة النساء العالمین. سلام خانم ها، آقایان محترم، هم نفس های دوست داشتنی، یاد خدای لکالتون خوب باشه، شب شما بخیر. امشب شب شهادت نور چشم، پاره تن و روح ما بین دو پهلوی پیامبر، دخت نبوت، همسر ولایت، مادر امامت و اولین شهیده راه اسلام و امامت و ولایت، یعنی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. امشب رو که خیلی خیلی زیاد حزن و غم و اندوه از سر و روش میباره و هویداست رو در درجه اول به پیشگاه مقدس امام زمانمون، بعد به محضر رهبر عزیزمون و بعد هم به همه شما نازنینان و همچنین حاجای هدایت عزیز و نازنینم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. آقا سلام، خیلی خوش آمدید، قبول باشه از دریات. سلام خدمت شما همه بینندگان عزیزم. من هم تسلیت عرض میکنم ایام شهادت مادر سادات، مادر امام زمان علیه السلام و مادر همه مؤمنین و مؤمنات فاطمه زهرا سلام الله علیها رو محضر شما و عزیزانی که الان دارید این مجلس ما رو تماشا میکنید. واقعا امروز سعی میخوام بکنم یه جوری مجلس از زهرا رو بگیریم و برای مادرمون عزاداری بکنیم. دیگه اوج عزاست دیگه. حتی یه روایتی از امام صادق علیه السلام هستش که یه جورایی صحنه کربلا ریشش برمیگرده به فاطمیه و اون مصیبتی که مادر سادات کشید برای اهل بیت یه جورایی انگار از کربلا هم سنگین تره. حضرت یه اشاره به این موضوع دارن. حتی حضرت فرمودن اون لحظه‌ای که گوشواره مادرمون روی زمین افتاد هیچ وقت از چشم ما خارج نمیشه این صحنه و ما همیشه داریم صحنه رو تماشا میکنیم. لذا واقعا باید عاشورای دیگری رو ما رقم بزنیم. خصوصا رنگ و بوی عاشوراست به خاطر اینکه همین امروز هم اون دشمنان حضرت زهرا سلام الله علیها، دشمنان امام حسین علیه السلام، همین امروز هم به یه نحو دیگری دارن جنایت میکنن و ما واقعا امروز در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها یه جورایی میخوایم بگیم مادر دیگه ما هم به اضطرار رسیدیم و شما خودتون دعا بکنید که فرزندتون زودتر ظهور پیدا بکنن. الهی آمین. اونم فرزندی که فرمودن که دختر نبی خدا فاطمه زهرا برای من الگو و اسوه است. ولیف ابنة رسول الله اسوة حسنه. آره و عجیبه، نشون میده که حضرت زهرا نه فقط برای خانم ها، برای آقایون، برای همه مردم الگوست. بله. آیه قرآن که میفرماید که میفرماید که خانم میتونه بس الگو باشه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. وقتی حضرت آسیه طبق نص قرآن الگوی همه مؤمنینه، حضرت زهرا استاد حضرت آسیه است. افتخار حضرت آسیه اینه که لحظه تولد حضرت زهرا سلام الله علیها دست مبارکشون به بدن مطهر حضرت زهرا خورده. ای جان. بله. خب الهی که نگاه پرمهر و محبت حضرت زهرا سلام الله علیها همیشه زندگی به ما بوده، مخصوصا به ما شیعیان، که توی این برنامه هم بیش از پیش باشه بتونیم درست عرض ادب بکنیم محضرشون. ما موضوع برنامه اون همطور که بیننده های عزیزمون هم میدونن امامیاوران هست. چند جلسه هستش که محضر شما درباره این موضوع میشنویم و یاد میگیریم. بحث مقابله و مبارزه انبیا و امامان و اولیاء خدا با طواغیت بوده. به نظرم خیلی مرتبط بحثمون با روش زندگی حضرت زهرا و اون چیزی که براش تلاش میکردن، نفس میزدن و خطبه هایی که از ایشان به جا مانده در راستای مباحث ماست. از هر جا که سلام میدونی شروع بفرمایید. فکر کنم جلسه قبلم یه تتمه باقی مونده بود، حالا اگر سلام میدونید همون رو میخوام ادامه بدم. بسم الله. یعنی ببینید ما تو بحث قرآن به عنوان معجزه پیغمبر اکرم اومدیم جلو. گفتیم معجزه پیغمبر اون چیزی که دشمن رو به عجز وادار کرد
زمین زد، اون بیان زیبای حق بود که دشمن دیگه کاری نمیتونست بکنه. اونها برای ایجاد تمدن باطل خودشون از کلمات زیبا خیلی استفاده کردن، از اشعار خیلی قوی استفاده کردن. من میخوام یه جمله رو بگم. بیان همیشه بیان چیزی است. قرآن بیان چی بود؟ این معجزه از سنخ دگرنمایی است. ببینید عصای حضرت موسی اژدها شد. خب خود عصا اژدها شد دیگه. بله بله. حضرت عیسی مرده ها رو زنده کردند. بله. بیماری صعب العلاجی که دشمن نمیتونست، جبهه باطل نمیتونست دیگه تو این صحنه کاری بکنه، به عجز اومد و حضرت عیسی اون بیماری ها رو درمان کردن. بله. حالا پیغمبر اکرم اومدن یک بیان عالی داشتن. محتوای این بیان چیست؟ محتوا عقل‌ها رو به کار میندازه. آفرین. تو این مرحله رسیدیم که یه محتوایی که قرار انسان‌ها رو رشد بده. آفرین. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن داره به سمت یه امر قویمتر از خودش، یه امر عظیمتر از خودش هدایت میکنه. قرآن کتاب آدرسه. قرآن نقشه گنجه. اصلا تفسیر قرآن یعنی رمزگشایی از کلمات قرآن برای رسیدن به یک گنجی. همینجا این عزیزانی که الان پای جلسه هستن و الان آمادن من یک کلمه فاطمه بگم دیگه همه منفجر بشن از عشق. فاطمه زهرا اون گنج رو عالمگیر کرد. ای جانم. برای معرفی اون گنج کتک خورد، خون حضرت تقدیم اون گنج شد. بین اون نقشه راهنمای گنج با اینکه ما به اون گنج برسیم، خون حضرت زهرا تو کوچه های بنی هاشم ریخته شد. دست حضرت زهرا به اون گنج بود، گفت من از این دفاع میکنم، خون براش میدم تا گنج به همه امتم برسه، محو نشه، خاکش نکنن، بچه های من گنج رو گم نکنند. خون داد مادرمون. یهدی للتی هی اقوم. شما این آیات رو نگاه بکنید. این سوره اسراء آیه 9 بود. آیه دیگه خدا میفرماد کتاب مبین. مبین یعنی بیان واضح، آشکار. رهبر عزیزمون به مبلغین گفتن که قرآن کتاب مبینه. پیامبر اکرم هیچ وظیفه‌ای نداشت مگر بلاغ مبین. شما هم خوب تبیین بکنید حقیقت رو. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. به واسطه قرآن تو قراره به اون راه سلامت برسی، به اون حقیقت، به اون صراط مستقیم برسی. انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد. قرآن تو رو هدایت میکنه به سمت رشد که شما فرمودین عقل رشد ایجاد میکنه. یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. قرآن تو رو داره به سمت یک حقیقتی که و راه رسیدن به اون حقیقت هدایت میکنه که حتی ما حق مطلق رو خدا معرفی کردیم، اما کی قرار خدا رو تو عالم به ما نشان بدهد؟ یا علی انت المثل الاعلی. تو بهترین آینه تمام نمای خدا هستی، تو خدا رو به عالم نشون میدی. فی قوله تعالی امام صادق فرمودن ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم یهدی الی الامام. قرآن کتاب آدرس در خانه امام است. قرآن هدایت کننده به سمت امام است. انا انزلناه فی لیلة القدر اللیلة القدر هی فاطمه. اگر قرآن در ظرف نور فاطمه زهرا به عالم رسید و عالمگیر شد، خود قرآن جنس و ماهیتش آدرس دهنده است. خود قرآن داره به سمت یک نور مبینی هدایت میکنه. دقیقاً همین عمل قرآن رو فاطمه زهرا عملاً انجام داد. ممکنه یه عده آدم مریض حال این قسمت از فرمایشات شما رو ببرن تو فضای مجازی قرار بدن. ببینید شما فرمودین قرآن هدایت کننده به سمت امام است. بله. اینو قطع میکنن، بقیه‌شو نمیذارن. چرا؟ چون امام است که مردم رو به سمت خدا میکشونه، نه کسی دیگه. اون کسی که
توی زندگی باعث میشه که انسان ها متوجه خدا بشن و راه تعالی و رشد رو طی کنن امامه. دقیقاً. به این دلیله که قرآن مردم رو سوق میده به سمت امام. یا اصلا ببینید قرآن امام صامت هست و امام قرآن ناطق است. بله. امام که حرف غیر از وقت قرآن نمیزند که اصلا قسمت بعدی حرف من اینه علیون مع القرآن و القرآن مع علی. این تو روایته. بله. این که پیغمبر اکرم فرمودن که انی تارکن فیکم و ثقلین درسته، این 2 تا امر ارزشمند، ثقل یعنی پر از ارزش، گوهر. بعد حضرت انگشتشون رو اینجوری کردند، انی تارکن فیکم و ثقلین، بعد انگشتشون رو اینجوری کردن، کتاب الله و اطرتی. فرمودن کتاب الله و اطرتی، نه فرمودن سنتی یا اطرتی. ببین کتاب خدا کلمات امام است، امام عمل قرآن است. یعنی در هر زمانی این قرآنی که صامت حرفشو نمیتونیم بشنویم، فقط کلمات توسط یه امام زنده‌ای داره بیان میشود، داره نشان داده میشود. قرآن کتاب قانونه، این قانون یه نفر داره نشون میده دائما، او میزان است. ببین میزان، علیون میزان الاعمال، هر کی میخواد قانون رو ببینه باید علی رو تماشا بکنه، او عین این قانونه، او عین این کلماته. ببین اگر پیغمبر میفهمودن کتاب الله و سنتی، سنت که دیگه راه نمیرفت که به تو نشان بدهد. بله. سنت که دیگه عملی رو نشون نمیده، میتونستن آروم آروم سنت رو تحریف بکنن. اما خود امام حیو که نمیتونن تحریف بکنن، فقط میپوشوننش. دقیقاً. لذا فاتحه‌ای دارم تکرار میکنم، عظمت فاطمه زهرا رو. لذا فاطمه زهرا نمیخواست علیش پوشانده شود، میخواست علی فریاد بشه. لذا هی تو همه رفتاراش علی علی میکرد، هی تو همه کارهاش میگفت علی منو داشته باشید، من حاضرم کتک بخورم، علی من کتک نخوره. روحی لروح کل فدا، نفسی لنفس کل وقا. برای یه شخصی، نه برای اصل امامت، برای اون آقایی که همه رفتارش قرآن است. اگر اون آقا نبود قرآن اینگونه دست نخورده باقی نمیمون. رمز عدم تحریف قرآن چیست؟ خود امام است. چون ما یک قرآن ناطق داریم کنار خود قرآن و این 2 تا عین همدیگه هستن. لذا تو روایت داره که حضرت باز اشاره کردن نمانند این 2 تا انگشت که یکی از یکی دیگه بالاتر باشه، نه عین همدیگه هستن. داشتم فکر کنم انصافاً تو تمام این مخصوصا بعد از رحلت پیامبر مدت 75 یا 95 روز همه حرفها و رفتارهای حضرت زهرا تبیین امامت به حتی اون گریهشون هم که اینقدر ذکر شده فقط در عزای رحلت نبی مکرم اسلام نیست، یه جور اعتراض به وضع موجوده که چرا امام رها کردین، چرا حقو ندادین. حالا این مفاهیمی که شما خیلی قشنگ توضیح خواهید داد بعد از یه عرض ادبی که انشالله محضر مقدس و منوره حضرت زهرا سلام الله علیها خواهیم داشت و برگردیم. السلام علیکی یا فاطمه الزهرا. دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه، قلب من و محبت و مهر و ولای فاطمه. الحمدلله رب العالمین که ما فاطمه زهرا داریم. بسم الله. گفتم که معجزه پیغمبر اکرم قرآنی است که این قرآن داره امامت و ولایت را نشان میدهد. پس یه مرتبه از معجزه خود پیغمبر اکرم میشه امامت و ولایت. درست. و فاطمه زهرا برای اوج معجزه پیغمبر خون داد تا کار پدرش رو نهایی بکنه. گفتیم معجزه یعنی جبهه باطل رو به عجز وامی دارد. وقتی قدم آخر معجزه پیغمبر، اوج معجزه پیغمبر، امامت و ولایت خوب جا بیفته، عظمتش خوب روشن بشه، جبهه باطل تعطیل میشه. حضرت زهرا اون کار نهایی رو انجام داد، علی رو خوب معرفی کرد، حاضر شد برای این معرفی خطبه بخواند، حاضر شد برای این معرفی کتک بخورد، اما باید علی درست معرفی شود. مثل الامام مثل الکعبه از یعطا، باید رفت طرف امام. امام یه عظمتی داره که مردم باید خودشونو به این سطح برسانند.
ببینید من این کلمه معجزه رو دارم میگم، شاید بعضی به قول شما باز بخوان سوء استفاده بکنن. من مراجعه میدم به زیارتنامه حضرت امیرالمؤمنین: اذا اردت ذلک فقف علی باب القبه. میای جلوی حرم امیرالمؤمنین می ایستی. من معتقدم زائر امیرالمؤمنین خود فاطمه زهراست. تو زندگی عملا اینو نشون داد. بعد اینگونه میگویی: الباعث علی فراشهی، اون کسی که شب جای پیغمبر جانش رو خواست فدای پیغمبر بکنه. المواسی له به نفسه و کاشف الکرب عن وجهه، اون کسی که غم و غصه رو از دل پیغمبر میبرد. الذی جعلته سیفا لنبوته و معجزا لرسالته، اون کسی که معجزه رسالت پیغمبر است. اینو باید در مکتب فاطمه زهرا یاد بگیریم که امیرالمؤمنین چگونه معجزه رسالت پیغمبر است. تو همین خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها به مردم یادآوری میکنن. این خطبه فدک سند شیعه است. حالا خیلی جالبه که این عزیزانی که فرمایشات آقا مجتبی تهرانی رو در شرح خطبه فدک آماده کردن به شکل سند آماده کردن. سند حقانیت ماست، سند مظلومیت امیرالمؤمنینه. در همین جا حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرمایند که علی من کسیه که فقط داماد پیغمبر نیست، کسیه که این اسلام وقتی میخواست شما رو نجات بده به واسطه رشادت‌های امیرالمؤمنین بود. اون کسی که تو جنگ‌ها شمشیر زد برای اینکه اسلام رو نگه داره علی من بود. ببینید چقدر در این خطبه فدک تبلیغ رسالت امیرالمؤمنین و امامت و ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. این موضوع هم برای شما بگم، رسالت پیامبر و ولایت امیر. بله، و این موضوع هم برای شما بگم چرا خطبه فدک. ببینید توی این خطبه فدک بیان شده به عنوان ارثیه‌ای که از پیغمبر اومده، اما دغدغه حضرت زهرا باغ فدک نبود. ببینید پیامبر اکرم همه اهتمامشون این بود امیرالمؤمنین به حاکمیت اسلام برسه، امیرالمؤمنین فرمان روا باشد. خب یک فرمان روا یک جبهه اقتصادی میخواهد، اون تأمین کننده اقتصادی حاکمیت امیرالمؤمنین باغ فدک بود. لذا اونها برای اینکه بتونن این حکومت رو غصب بکنن اون بال اقتصادیش رو هم گرفتن. مثل اون قبل ترش که تامین کننده مسائل اقتصادی حضرت خدیجه سلام الله علیها بود، اینجا حضرت خطبه فدکی در واقع باغ فدکیه که پیامبر اکرم، چون که من به شما بگم همه کاره امامت و ولایت امیرالمؤمنین فاطمه زهراست، چون فاطمه زهرا جان میده برای امام. لذا پیغمبر اکرم این باغ رو هدیه دادن به دخترشون، چون میدونن این دختر همه جانش رو برای امامت میده. لذا قرار بود فاطمه زهرا مدیریت بکنن جریان اقتصادی رو به واسطه باغ فدک. اونها اومدن باغ فدک رو گرفتن. خب چون این ارثیه مسلمه که از پیغمبر اکرم به حضرت زهرا رسیده، ببینید چقدر زیبا حضرت زهرا سلام الله علیها تو این خطبه میان بیان میکنن، میفرمایند که چرا افنبذتم کتاب الله وراء ظهورکم، آیا شما قرآن رو پشت سر انداختید؟ ادعای حاکمیت بر جهان اسلام رو میکنید، نص قرآن رو فراموش کردید. خیلی عبارت ها عجیبه. من به شما یه موقع گفتم انبیاء الهی هیچ وقت ترس نداشتن در بیان حق. حضرت زهرا تو مسجد رفتن جلوی افرادی که الان اومدن حق امیرالمومنین غصب کردن، خیلی محکم میفهمند شما قرآن رو عمل نمی کنید، چطور میخوایم بیان حاکمیت بکنیم بر جهان اسلام؟ محضرتون آرزم که فرصت کمه. تو همدلی شما میشه عدم پیروی و اطاعت از امامت برای خودتون بده، واسه تفرقه و نفاق و اینجا خیلی اینا. و جعل امامتنا نظاما للمله و امانا للفرقه. امروز جبهه مقاومت رو کی جبهه کرد؟ مادرمون فاطمه زهرا فرمودن امامت امیرالمؤمنین تمام جوانان حق طلب عالم رو یک جبهه میکنه. امروز مقاومت عالم بر محور ولایت امیرالمؤمنین است. چه افراد اسم امیرالمؤمنین رو بشناسن چه نشناسن، ولایت حضرت رو دارن، اتصال به حضرت رو دارن، حق طلبی که علیون مع الحق و الحق مع علی الحمدلله تو عالم فراگیر شده. مرحله بعد میریم علی رو تو عالم معرفی میکنیم. آی جوانان، اون قوه و قدرتی بود که دنبالش بودید، اون همش مرکزش ولایت و امامت امیرالمؤمنینه.
بذارین همین که شما گفتین من یه نکته رو عرض بکنم. فرمودین این خطبه عجب قوقایی به پا کرد. اولا بگم این خطبه رو امام تبیین حضرت زینب سلام الله علیها بیان میکنه. امام تبیین از زینب، ایشون 3 سالش بوده. ابن ابوالحدید نقل میکنه که ابن عباس گفت حدثتنی عقیلتنا زینب بنت علی، عقیله بنی هاشم زینب دختر امیرالمؤمنین این خطبه رو برای ما نقل کرده. یه زینب 3 ساله همراه مادر اومده تصویرسازی کرده برای تاریخ. بعد شروع این خطبه رو شما ببینید. بله بزن از حفظ باید بگم چون شورش تو اون حفظ. حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن وقتی به مادرم رسید که حق مسلم مادرم رو غصب کردن، لاست خمارها علی رأسها واشتملت به جلبابها تتع ذیولها ما تخرم مشیتها مشیت رسول الله. همین چند تا رو براتون توضیح بدم. وقتی مادرم متوجه شد لباس رزم پوشید. لباس رزم حجاب فاطمی است. خواهر عزیزم، مادر عزیزم، بدونید این چادری که شما میپوشید این لباس رزم برای جبهه امام زمان علیه السلام. با عده‌ای از خانم ها حرکت کرد. زینب کبرا میگه تماشا کردم دیدم عین پیغمبر داره راه میره. اجازه بدین که یه جمله مقتل هم براتون بخونم. خیلی حیفم میاد. شب شهادت از زهرا سلام الله علیها است. گفتم که از امامت دفاع کرد حضرت زهرا سلام الله علیها. فصاحت فاطمه و حالت بینهم و بین بعلها. ما یه مرتبه شنیدیم فاطمه زهرا زجه‌ای کشید، دست مبارکش رو بالا آورد، بین دشمن و امام زمانش حائل کرد، سپر امیرالمؤمنین شد. عند باب البیت و قالت والله لا ادعکم تجرون ابن عمی ظلما، میخواید به پسر عموی من ظلم بکنید. ویلکم ما اسرع ما خنتم، چقدر شما زود خیانت کردین در حق ما اهل بیت. اینجا بود که نامردی فریاد زد ان یضربها به صوته، با شلاق به دختر پیغمبر بزنید. فضربها به صوت، با شلاق به مادر سادات زدن. گناه حضرت زهرا چی بود؟ دفاع از امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ضربها علی رأسها، بر سر مادر ما شلاق زدن. و کتفها و عضدها، آنچنان زدن که بقیه اثر و صوت فی عضدها، بر بازوهای مادر ما اثر این شلاق باقی موند. میخوام یه جمله عرض بکنم بمیرم برای امیرالمؤمنین. وقتی که فاطمه زهرا رو دفن کردن، فلما نفذت تراب عن یدیها، یعنی دست خودشون رو تکاندن، حاجبه الحزن، یه مرتبه حزن همه وجود امیرالمؤمنین رو گرفت. صدا زد یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه، اون امانتی که به من داده بودی برگردوندم. فحفح از سوال، اما از من سوال نپرس چرا بازوش ورم کرده، چرا صورتش نیلی شده. از من سوال نپرس محسنم کجا رفته. فقط یه جمله بگم یا رسول الله امر تو بود که صبر بکنم. جمله آخرم رو میخوام عرض بکنم. اینجا هم زینب 3 ساله داره تماشا میکنه صحنه رو. دید پدرش تو اوج مصیبت، تو لحظه اضطرار با پیامبر اکرم درد و دل کرد. یه جایم بالای تل زینبی، یه وقتی مضطر شد زینب کبرا، صدا زد یا رسول الله صلی علیک ملیک السما هذا حسینک مرمل بالدماء، این حسین خودته، هذا حسینک، این حسین توست که در این خون داره دست و پا میزنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آدم شما گرم، سلامت باشید. قبول باشه ازتون، دست شما درد نکنه، اجرتون با حضرت زهرا. التماس دعا یا حق. خداحافظ.